تنق، گروم، دادام. سلام عرض کردم. دوستان تعجب نکنید، اینایی که میشنیدید صدای مشتای علی گدا و کوسه تو سر و صورت همدیگه بود. یعنی دیگه خبری از هاف تایم و بریک تایم و این حرفا نیست، به صورت لاینقطع همینجوری دارن میکوبن. حرفای علی گدا رو یادتون میاد؟ دشمن استکبار جهانی است، مظهر کاملش هم آمریکاست، عواملش هم رژیم های مرتجع و آدم های خودفروخته و آدم های ضعیف و نفس و اینهان. بله، علی گدا پاسدارای دمکلوف رو جمع کرد دور خودش تا یه عربده‌ای واسه کوسه بکشه و بگه ببین شیخ اکبر ضعیف و نفس، میدم شورای نگهبان همتون رو ناک اوت کنه. اگه جیک کم بزنید طرف حسابتون همین سگای زنجیریم، یعنی پاسدارای بیقلادن. حالا ببینید شیخ اکبر چیکار کرد. اولش که رفت جماران و یه عکس انداخت تو این مایه ها. یعنی به علی گدا گفت اگه تو برگ سپاهو واسه من رو میکنی، منم میرم پشت تیر و طایفه امام گور به گور شده سنگر میگیرم. بعدم از طریق داداش جام زهری علی گدا یه مش گذاشت پا چشم شورای نگهبان. سید هادی خامنه‌ای دبیر کل مجمع نیروهای خط امام گفت از ابتدا با حاکم شدن نظارت استصوابی مخالف بودیم. احترام به رأی اکثریت شدنی نیست مگر اینکه شیوهی به غیر از نظارت استصوابی وجود داشته باشد. بله، یکی دیگه از کفگردی‌هایی که علی گدا تو صورت کوسه گذاشته بود این بود: جلو به نفوذ امنیتی دشمن رو میگیرن با کمال قدرت انشاءالله. نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ میکنه. یعنی تیز و روشن داره میگه ببین با پاسدارام راه نفوذتون رو سد میکنم. حالا ببینید شیخ اکبر چطوری جوابشو داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفان برجام در کشور را تندروهای مخالف منافع ملی و مردم دانست و گفت اگر بخواهند نظر موافق و مخالف خود را تا انتخابات اسفند ماه ادامه دهند، مردم میفهمند و با حضوری مشابه انتخابات 92 درس بزرگی به افراطی ها میدهند و انحرافی را که در مسیر انقلاب ایجاد شده بود اصلاح میکنند. البته ترس این اکبر کوسه از قیام و انفجار انبار بارود دست کمی از علی گدا نداره، اما برای اینکه تو جنگ هژمونی با رقیب قدیمیش یه خودی نشون بده مجبور شده با دجالگری و دو دوزه بازی از مردم اسم ببره. البته 2 قدم بعد از اینم جلوتر میره و علی گدا و پاسداراشو اینجوری تهدید میکنه. عقلای قوم باید توجه داشته باشند که برگزاری انتخابات باشکوه برای کشور و انقلاب مهم است. از ناامید کردن مردم برای حضور در انتخابات پرهیز کنید. دیدید که مردم ایران با وجود خفقان شدید با غسل شهادت به خیابان می آمدند و از کشته شدن نمی ترسیدند. یعنی میگه اوی علی گدا حواست باشه ها، این دفعه فرق میکنه، این دفعه هست و نیستمون رو به فنا میدن. حالا اینو داشته باشید تا یکی دیگه از حرفای علی گدا رو هم مرور کنیم. یکی از کارهای اساسی سپاه رصد مسائل بین المللی است برای فقط شناخت تهدیدها. جالب اینجاست که اکبر کوسه این لگد علی گدا رو هم بدون پاسخ نذاشت و با یه چرخشی رفته تو صورتش. کسانی که توانستند در صحنه مذاکرات دشوار هسته‌ای این چنین بدرخشند و به فرموده رهبری خوب ظاهر شوند، قطعاً این شایستگی را نیز دارند که چشمان بیدار ملت ایران برای رصد تحرکات بیگانگان باشند. یعنی علی گدا میگه
چشم بینای نظام که باید رصد کنه سپاهه، اما کوسه میگه نه، چشم بیدار نظام که باید رصد کنه تیم مذاکره کننده و دولت شیخفریه. ملاحظه فرمودید؟ یعنی کوسه هیچ ضربه ای رو بی پاسخ نذاشت. خب این به کوب که همینجا تموم نمیشه که، تا انتخابات روز به روز بدتر میشه. بعد انتخابات هم که دیگه نگو. خلاصه دوستان اگه تو یه کلمه بخوام بگم، زهر داره کولاک میکنه. برو که رفتیم. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.